من لیلی حبیب هستم. در بخش ژورنالیسم و رسانه های آنلاین از کشور ترکیه ماستری دارم و در دانشگاه بلخ فاکولته ژورنالیسم استاد بودم و فعلا تقریبا 1 سال میشه که در کشور آلمان زندگی میکنم و 3 ماه میشه که در دانشگاه لایپزیگ کار خود با یعنی پروژه و در بخش ریسرچ آغاز کردیم. موضوعی را که ما میخوایم تحقیقات خود بکنیم در مورد رسانه های آنلاین در دولت های شکننده است و مطالعه مورد ازی در مورد افغانستان است که افزایش کانال های یوتیوب در افغانستان و اینکه دلایل این افزایش و محبوبیت در بین افغان ها چی است. فقط 2 سال میشه که افغانستان در یک حالت قرار داره که مردم قبل از او بیشتر متکی بر رسانه‌های سنتی بودن و رادیو و تلویزیون از رسانه‌های محبوب مردم افغانستان و یکی از دستاوردهای مهم دولت افغانستان هم در 20 سال گذشته محسوب میشد. ولی از 2 سال به این طرف که رسانه‌های سنتی با مشکلاتی از قبیل سانسور و اعمال فشارها و بعضی برنامه‌هایی را که اصلا نمیتونن اونها را نشر بکنن مواجه شدن، خیلی زود جای از اینا را کانال‌های یوتیوب گرفته که ما با اونا سیتیزن میدیا خطاب میکنیم. در شرایطی که مردم از هیچ راه و از هیچ مجرای دیگه ای نمیتونن که صدای خودشان بکشن، یک مجرای بسیار خوب است و از همین لحاظ هم تونسته که اینا رو به افزایش بوده باشن یا اینا ژورنالیست حرفه‌ای هستن و یا غیر حرفه‌ای محتوا را تولید میکنن. تاثیرات مستقیم خود بالای دولت افغانستان، بالای خارج از کسایی که خارج از افغانستان زندگی میکنن و همچنان بالای مردم دارد. گهگاهی در بعضی از برنامه‌ها و کانال‌های یوتیوب بعضی انتقادهای مستقیم و غیر مستقیم بالای دولت فعلی افغانستان در این رسانه‌ها صورت میگیره. یکی از مسائلی که می‌خوایم در اونجا تحقیق بکنیم است که مخاطبای برنامه‌ها کیا هستند واقعا. اگر این مخاطبا اکثریتش در نتایج تحقیقات ثابت شود که در داخل افغانستان هستند، پس گفتم میتونیم که امی سیتیزن میدیا بر رسانه‌های یا ترادیشنال میدیا ما غالب شده و من فکر میکنم یگانه راهی هم که ما بتونیم با دسترسی به افکار عامه در افغانستان برسیم و این شبکه‌های اجتماعی و همچنان خود این سیتیزن میدیا باشه. وقتی که یک پدیده رو بر رشد می باشه و افزایش پیدا میکنه، طبعا که یک مخاطب در بیرون می داشته باشه و این مخاطب هم حتما چیزی را که دنبالش هستن در اونجا پیدا کردن که باعث افزایش از این کانال ها میشه و میخوایم که در مجموع اینا را پیدا بکنیم که چه دلایل وجود داشته که اینا رشد کرده و واقعا تاثیرش بر افغانستان کنونی و در شرایطی که افغانستان قرار داره چی میتونه باشه.